میدونین بچه‌ها چرا کریتوس همه خدایانو کشت؟ چون میخواست ثابت کنه خدایی جز الله نیست. من محسنی کبیر هستم، مؤلف کتاب فرونلیست دین و زندگی گاج. اگه میخواید لیست تضمینی رو بگیرید کلمه کریتوس رو محسن کبیر دهنت رو سرویس، لعنت به تو محسن کبیر. تمام اعتقادات بازیکن‌ها رو گیمرها بردی زیر سوال. محسن کبیر، محسن کبیر تبر کریتوس بخوره به کمرت. محسن کبیر حداقل آخر ویدیو نمیگفتی کلمه کریتوس رو کامنت کنی. محسن کبیر تو اصلا کریتوس رو بازی کردی؟ اصلا خود جنگ بازی کردی؟ یارو قاتل بالفطره از تمام خدایان کشه، بی خدای جز الله نیست. محسن کبیر دیگه از اینم استفاده می‌کنی واسه چی؟ واسه فرو کردن پکیج. لعنت به محسن کبیر. آخرش چه سمی بود محسن کبیر؟ تسبیح و قرآن تو دست کریتوس کار داری می‌کنی محسن کبیر. این چه جور تولید محتوایی محسن کبیر؟ سازنده این بازی استودیو سانتا مونیکا بفهمید تو این ویدیو رو ساختی، رسما از ایران شکایت میکنه محسن کبیر. خدا ازت نگذره محسن کبیر، خدا بزنه به کمرت محسن کبیر.